دیگه درست نکردن الگوی صحیح غذایی شوخی بردار نیست. دیگه منظم غذا نخوردن شوخی بردار نیست. دیگه پیروی کردن از یه الگوی خوب غذایی برای کل خانواده شوخی بردار نیست. دیگه رفتن سراغ رژیم‌های مندرآوردی و ترند و بازارهای داغ رژیم فروشی شوخی بردار نیست. چرا؟ تمام سیستم جامعه ما درگیر یه تورمیه که تأثیرش رو روی افزایش تعرفه‌های سیستم پزشکی هم طبعاً گذاشته و این افزایش باعث شده آنچنان حجم زیادی فشار به خانواده ها و همینطور سیستم درمانی بیاد که اگر شما سرمایه گذاری روی سلامتیتون نکنید، بیش از اون چیزی که درآمدتون هست رو باید صرف هزینه های درمانتون کنید. امسال از همین الان یاد گرفتن درست غذا خوردن یه ضرورت اجتناب ناپذیره. مهمترین سرمایه گذاری توی خانواده هاست. توی تعطیلات عید، تو هر جمعی که من میرفتم، تو هر فضایی که یک جمعی قرار میگرفت، میدیدم وای چه خبره از چاقی تو بچه ها، چه خبره از شکم های بزرگ در آقایون، چه خبره از خانم هایی که خیلی بیشتر از سنشون در واقع مشکلات سلامتی رو دارن و اینها همش ریشش در بی‌نظمی در زمان دریافت، ترکیب دریافت و مقدار دریافته. یه بار یاد بگیرین، درست انجامش بدین و درآمدتون رو صرف هزینه‌های درمان قابل پیشگیری نکنین. این اولین پست من به شماست که از صمیم قلب میخوام شما با غذا خوردن صحیح بیمار نشید و یا اگر بیمار شدید زودتر روند بهبودی رو طی بکنید. هر بیماری که داشته باشید چاقی اون رو پیچیده میکنه و هر ریسک فاکتوری از نظر ژنتیکی در شما وجود داشته باشه چاقی اون رو پیچیده‌اش میکنه. مواظب خودتون باشید.